Dans une agence immobilière. Dans une agence immobilière. در بنگاه املاک. Vous avez quel budget? Vous avez quel budget? چقدر بودجه دارید؟ L'agent immobilier یعنی کارمندی که توی اون بنگاه املاک کار میکنه. Vous avez quel budget? Vous avez quel budget? چقدر بودجه دارید؟ On a 800 ou 900 euros maximum. On a 800 ou 900 euros maximum. ما حدود 800 تا 900 یورو داریم. حد اکثر بودجه‌مون 800 تا 900 یوروه. On a 800 ou 900 euros maximum. L'agent. Pour ce prix, nous avons un petit 2 pièces. میگه که برای این قیمت ما یه 2 خوابه کوچیک داریم. حالا یه خونه کوچیک نگفته. یه ملکی رو همینجوری گفته ما یه 2 خوابه کوچیک داریم. Pour ce prix, nous avons un petit 2 pièces. Il est situé dans le 19e. در شهرک 19 قرار داره. 19 منظورش 19 اراندیسمان هستش. توی پاریس فکر میکنم اینطوریه، نمیدونم تو بقیه شهرهای فرانسه این تقسیم بندی هست یا نه. یه چیزی تو همون مایه های شهرک میمونه، یه جور تقسیم بندی هستش. Il est situé dans le 19e. در شهرک 19 قرار داره. Il y a une petite chambre, un grand salon, une salle de bain. یه اتاق کوچیک، یه سالن بزرگ، یه حمام و توالت داره. Il est bien orienté au sud. خوب جایی قرار داره، به سمت جنوب. Il est libre immédiatement. فوراً خالی میشه. Il est libre immédiatement. Oui, et j'ai les clés. بله و من کلیدها رو دارم. On a de la chance. On a de la chance. On a de la chance. چه شانسی داریم؟ خوش شانسیم. در جملات قبلی یک کلمه بود لوم یعنی مرد. اونو نگفتم. لوم یعنی مرد و در اینجا لفم یعنی زن. حالا یه بار دیگه همه اینا رو دوره کنیم ولی من معنی‌ها رو نمیگم. قبل از اینکه دوباره با هم دیگه تکست رو بخونیم، ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید و ازتون میخوام که اگه تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید، زنگوله رو هم بزنید و این ویدیو رو لایک کنید. Dans une agence immobilière. Vous avez quel budget? On a 800 ou 900 euros maximum. Pour ce prix, nous avons un petit 2 pièces. Il est situé dans le 19e. Il y a une petite chambre, un grand salon, une salle de bain. Il est bien orienté au sud. Il est libre immédiatement. Oui, et j'ai les clés. On a de la chance.